دوستان سلام. بالاخره اون روز قشنگ آفتابی که منتظرش بودیم از راه رسید. الانم با هم میخوایم بریم یه کافی شاپ بشینیم و استارت کار رو بزنیم. بیرونو اگه ببینید میبینید که در عرض 3-4 روزی که آفتاب اومده ماشاءالله همه سبزه ها سبز شدن و کانادایی کلا یه چهره قشنگ خوبی گرفته و دل هممون رو شاد کرده، انرژی مضاعف بهمون داده. و امروز من و اماد جون داریم میریم سکند کاپ که استارت پیج رو بزنیم و ما توی این پیج بقولن تمرکز اصلیمون روی آموزش زبان فرانسه است با متدی که شاید باورتون نشه بتونین توی 1 ماه حتما فرانسوی صحبت کنین و فرانسوی بعد از اون بخونین و یه سلف لرنر واقعا قوی بشین. شاید خیلی از دوستانم میدونن که من قبلا بک‌گراند فرنچ هم خیلی قوی تر از کار مهاجرتیه که اینجا توی کانادا شروع کردم. من اینجا اسپشیالیست مهاجرت و ستلمنت یا همون استقرار نیو کامراها بودم و میتونم توی خیلی از این مواردی که برای شما توی پروسه مهاجرت پیش میاد، شاید از همون اولی که تصمیم مهاجرت میگیرین تا بعدش که بخواین راه بیفتین و بقولن اینجا برسین و چه مدارکی لازم دارین و چه پروسه هایی رو باید طی کنین، بتونم توی این راه کمکی بهتون بکنم، خوشحال میشم. یکم راجع به خودم بهتون بگم. اسم من فاطمه یا همون ورژن کاناداییش فاطیماست و الان تقریبا نزدیک به 20 ساله که توی کانادا زندگی میکنم با همسرم و پسرم. من توی شهر نیو مارکت توی اونتاریو زندگی میکنم، دانتان شهرمون که توش زندگی میکنیم و یه جورایی هم یک شهر قدیمیه، بیشتر از 200 سال قدمت داره. حالا یواش یواش بهتون خواهم گفت که چه تحصیلاتی رو من اینجا گذروندم، چه دورهایی رو گذروندم و چقدر این مسئله باعث شد که توی این برنامه کوچینگی که توی این پیج میخوام ازش بقولن باهاش بخوام شما رو کوچ کنم، چه برای یادگیری زبان فرانسه و چه برای قولن اون پروسه مهاجرتتون و استقرارتون توی کانادا، ستلمنتتون توی کانادا، به من چه کمک هایی کرد. مهاجرت پروسه هست، مثل یه درخته که شاخ و برگ میده، پیشرفت میکنه، باید بعضی جاها هرسش کنیم. منم به اندازه خودم الان احساس مسئولیت کردم و فکر کردم که شروع این بقولن این قدم، این پیج میتونه یه کمکی باشه به هموطنامون، به اصلا همه انسان ها. حالا شاید بعضی ها هم ایرانی نباشن چون الان پیج به صورت فارسی زبانه، ولی بعداً به صورت زبانهای فرانسه و انگلیسی هم توش استفاده خواهد شد و اینکه امیدوارم به درد همه آدمایی که به این پیج سر میزنن بخوره. قیافه‌های دوستانه یا همسایه هم در اطراف هست و اینکه این کافی شاپ خیلی محیط خوبی داره و خواهید دید. اوکی. Just for him, medium latte. Yes. And then for me, medium coffee. I'm going to put the here. Yeah. Thank you so much.
In the mugs, yes, it's more fancy. Thank you so much.